سلام و درود. عرض سلام و خسته نباشید. تو این قسمت از ویدیو خب میریم ادامه قسمت‌های قبلی. دو تا از پنل‌هایی که برای اون بلوپرینت کلاس آموزش شده کامل میکنیم. اولین پنلی که میریم این ویوپورت. بعد از ویوپورت میریم سراغ پنل ایونت گراف. دیگه این قسمت کامل میشه. خب بریم سراغ ویدیو. خب من میام همون بلوپرینت کلاس کاراکتر رو باز میکنم. خب منتظر میشه تا باز شه. خب پنل ایونت ویوپورت. خب بسیار ساده مثل اینجوری برای نمایش بصری بلوپرینت و اجرا آن و مثل مدل‌های سه‌بعدی. خب شما وقتی این مدل سه‌بعدی کنات این من بلوپرینت کلاسی که باز کردم اومدم این مدل سه‌بعدی اضافهش کردم، همون کاراکتره. خب حالا شما میتونید برای تغییر مقیاس و اندازش و یا غیرش، حالا مثلا من این کاراکتری که اینجا اضافه کردم میتونم مثلا مقیاسش رو تغییر بدیم، جلو و عقبش کنیم، راست و چپش کنیم. خب میخوایم برایش رو حالت اولیه. خب به اضافه اینا خب شما میتونید اون قسمتایی که تو کامپوننت هست تو بخش اضافه کنید. مثلا چجوری؟ خب مثلا اگه این کاراکتر رو بیارین شما میتونید اسکلت مشش رو وارد کنید داخل این ویوپورت، هم میتونید تماشاش کنید. مثلا همین اسکلت مش که اینجا داری میبینی همین کاراکتر دیگه. به اضافه اونا یه کامپوننت هم دیگه میتونید اضافه کنید به عنوان مثلا کپسول کالیژن. خب این الان اسکلت مش که وارد کردین واسه مثل رو میمونه. خب حالا اینم باید یه جسمی داشته که وقتی به یه جای برخورد کرد اونو نگه داره. همین کپسول کامپوننتشه که نگهش میداره. تو این قسمت هم بازن تو ویوپورت شما تعیین میکنید که آقا این دوربین تو چه دیدی باشه که شما دارید تماشا میکنید یا بازی میکنید، سوم شخص باشه یا اول شخص. تو ویوپورت اینا رو میتونید ببینید یا تغییرشون بدین یا اصلاحشون کنید. حالا جلوتر که میرسیم بیشتر باهاش آشنا میشیم. خب پنل بعد ایونت گراف. خب در ایونت گراف قرار است رفتار یک بلوپرینت رو شبیه سازی کنید یا برنامه‌ریزیش کنید. شبیه سازی نه، برنامه‌ریزیش کنید. جایی که محل اصلی وارد کردن منطق یا رفتار یک بلوپرینت. خب به اضافه اینکه مثال خب بزنیم، خب شما وقتی که میایین تو این کاراکتر رو وارد میکنید یا مثلا اون کاراکتر شخصی، شما باید یه جایی مغزش رو برنامه‌ریزی کنید دیگه. داخل همینه شما مثلا اینا می برنامه‌ریزیش میکنید چجوری حرکت کنه، چه موقع پرش کنه. در کل ایونت گراف همون مغزش میشه دیگه. ویوپورت میشه جسمش، ایونت گراف میشه همون مغزش. خب حالا ایونت گراف ها شامل چیا میشن؟ یا ایونت ها یا اکشن ها یا رفتارها یا همون نود ها که تو این بخش شما میتونید اضافه کنید که به اضافه با این خطایی که میبینید با هم دیگه وصل میشن. این یه بینشون ارتباط برقرار میکنه بین نودها. اون رویدادها یا ایونت که به رنگ قرمز هستن به اینا میگن ایونت، که شروع کننده این نقطه شروع تمام فرآیند بلوپرینت با ایونت ها هستن تقریبا میتونیم بگیم. به اضافه اونا یک بلوپرینت چندین عمل یا چندین اکشن داشته باشه که در پاسخ یک رویداد اجرا بشه. مثل اینکه وقتی شما یه دکمه رو فشار میدین به اضافه که لامپ‌های آسانسور روشن میشه، موتور آسانسور هم به حرکت در میاد، یعنی چند تا حرکت رو میتونه انجام بده. اگه هم بخواید تو این محیط بچرخین، کلیک راست رو که نگهداری میتونید راحت بچرخین. اگه هم خواستین یه مثلا بلوپرینت هم اضافه کنید، کلیک راست رو که بزنید اون ایونتی که یا اون بلوپرینتی که نیاز دارین میتونید اضافه کنید. خب مثلا اون رفتاری نشونده اون پرینت استرینگه. پرینت رو که سرچ بزنید کلیک کنید خود اون بلوپرینت اضافه میشه. اگر بخواید حذفش کنید که اون سلکتش میکنید دکمه دیلیت رو میزنید. حالا به اضافه اونا شما میتونید فانکشن اضافه کنید، وریبل، عملگرا، متغیران رو میتونید داخل اینو اضافه کنید. مثلا اینجوری من یه وریبل اضافه میکنم بعد میکشم بیارمش داخل، میتونید اضافه کنید.
خب تو ویدیو بعدی حالا یه خورده بیشتر آشنا بشیم. یه خورده تو این محیط یه خورده می‌بینیم گنگه، طبیعیه. یه خورده همینجوری بیشتر کار کنیم، تو جزئیاتش بریم و تو پروژه‌ات کار کنیم، بهتر آشنا بشین. تا نگران این قضیه نباشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.